زنی در میان خرابه‌های متروکه چرنوبیل. شهر پیریپیات رها شده بعد از فاجعه سکوتی کشنده دارد. حتی سایه‌ها هم از این خرابه‌ها می‌ترسند. او تنها قدم می‌زند، دفترچه‌ای در دست و قلبش تند می‌زند. باد سرد از میان ساختمان‌های خراب می‌وزد و سازه‌ها آرام صدا می‌دهند. هر گوشه‌ای سایه‌ای حرکت می‌کند، اما او ادامه می‌دهد. در دفترچه‌اش ایده‌ها و نقشه‌های عجیبش را می‌نویسد. ناگهان صدایی از میان خرابه‌ها می‌آید. زمزمه‌ای نامفهوم: تو نمی‌توانی ادامه دهی. سایه‌ها نزدیک‌تر می‌شوند. هر نفسش پر از ترس است. او چشم‌هایش را می‌بندد، نفس عمیق می‌کشد و دوباره قلم به دست می‌گیرد. سایه‌ها عقب می‌روند. مسیر باز می‌شود. او با کابوس‌ها و ترس‌هایش به توافق رسیده و قدرت گرفته. ایده‌ها و پروژه‌هایش زنده می‌شوند. میان خرابه‌ها در سکوت و تاریکی موفقیت شکل می‌گیرد، اما چیزی درونش دیگر مثل قبل نیست. بردم، اما هر موفقیتی قیمتی دارد و در این میان مکان متروک تاریکی همیشه در کمین است.